नहीं ऐसे में हाथ में ऐसे नहीं, ऐसे अगर पानी निकलेगा ना तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी. مشغول تمیز کردن ساقه های نیلوفر آبی است. یکی از خوراکی های نوروزی در کشمیر. انیسه میگوید پخت غذاهای ویژه بخشی از آداب و رسوم عید است. کشمیر में वारिद हुआ है तब से ये सुन्नती. کشمیری ها در این روز غذاهایی مثل ماهی، گوشت، مرغ و ساقه نیلوفر تهیه می کنند. دید و بازدید و مهمانی بستگان، همسایگان و دوستان از دیگر آداب و رسوم این ایام است. در بخش‌هایی از کشمیر مردم بر این باورند که واقعه قدیر در نوروز رخ داده و امام علی علیه السلام در این روز به ولایت رسیده است. نوروز هم इसलिए मनाते हैं ये منسوب रखा गया حضرت امیرالمومنین. نوروز منسوب است به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. من با بچه‌ها به بوستان آمدم تا این روز را جشن بگیریم. نوروز نشانه آغاز بهار است و در این روز استانهای جموں و کشمیر تعطیل است. کشاورزی رونق می‌گیرد و بعضی از مردم برای درمان برخی بیماری‌ها زالوی درمانی انجام می‌دهند. ظریف احمد ظریف، تاریخ‌شناس سرشناس منطقه می‌گوید مردم مثل ایرانی‌ها نوروز را جشن می‌گیرند. वो तो ईरान की तकलीद है. اسلام از ایران وارد کشمیر شده است و محبان اهل بیت در این منطقه از صدها سال قبل به پیروی از ایران نوروز را جشن می‌گیرند. آنها در این روز آیین‌های مذهبی و سنتی به جا می‌آورند. امسال با فرارسیدن ماه رمضان مردم فضای جشن نوروز را به فضای معنوی تبدیل و از پنجشنبه روزه‌داری را آغاز کردند. سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر هند.